سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من، یعنی چنل پاور آف کارز. تو این چنل میخوایم از قدرت‌های ماشین‌های ایرانی و خارجی به شما بگیم. بریم سراغ اولین ویدیو. این ویدیو در مورد ماشین سوپرا MK4 از شرکت تویوتاست که جزو بهترین ماشین‌های ژاپن حساب میشه. موتور این ماشین دو مدله، یک مدل 6 سیلندر عادی و یک مدل 6 سیلندر توربوشارژ دوگانه یا همون توین توربو. حجم موتور این ماشین 3000 لیتری هست که نسبت به سال ساختش این حجم موتور خیلی عالیه. توان خروجی این ماشین 320 اسب بخوره و گشتاورش هم حدود 427 نیوتن متر. این ماشین هم دنده دستی داره و هم گیربکس اتومات که دنده دستی 6 سرعت است ولی گیربکس اتومات 4 سرعت است. سرعت این ماشین نهایتاً 250 کیلومتر بر ساعته که شتاب 0 تا 100ش 4.6 ثانیه است. این ماشین دارای ترمز ABS و دارای سیستم تعلیق قابل تنظیمه و وزن این ماشین 1542 کیلوگرمه. در آخر هم یک ویدیو از شتاب این ماشین ببینیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چنلمو ساب کن، ویدیو رو لایک کن و اون زنگوله رو هم بزن.